توی بیمارستان‌های دولتی بیماران بخشی از هزینه درمانشون رو بیمه‌ها میدن. بیمارستان‌ها برای دریافت مابتفاوت پولشون این اسناد رو به بیمه‌ها ارائه میکنن. طبق قانون بیمه‌ها باید ظرف 2 یا 3 روز 60% از صورت حساب رو و مابقی رو ظرف 2 یا 3 ماه به بیمارستان‌ها بدن. رؤسای بیمارستان میگن این قانون که رعایت نمیشه هیچ. الان یه چمایی هست اصلا کلا بیمه‌ها پول به بیمارستان‌ها ندادن. ما اینجا گیر کردیم با مردم، با طلبکارا، مردمی که خدمات میخوان یواش یواش داره بستر خدمات براشون به هم میخوره. فاجعه بزرگ داره در آزمایشگاه اتفاق میفته که اصلا دیگه اقتصادی نیست. هزینه‌های بسیار بالا. ما چند نفر مأمور کردیم که روزا دنبال کیت ها بگردن تا آزمایش‌های روزمره مردم نخواد. خرید تجهیزات پزشکی برای ما دچار مشکل شدیم. حتی مثلا در نظر بگیرید که مثلا ما یه دستگاه سی تی اسکن از هیئت امنای ارضی وزارت بهداشت خریدیم که به اصطلاح واسطه بهداشت و درمان آموزش پزشکی قسطش نتونستیم بدیم، ما رو تو لیست سیاه دیگه جنس ما نمیده. سونوگرافی بیمارستان خرابه، هیئت امنه هم آورده و قیمت مناسب میتونه به ما بده، ولی چون قسط ندادیم اونم به ما نمیدن. میگن تا قسط عقب افتاده پرداخت نشه هیچ گونه جنس بیمارستان امیرالله پرداخت نمیشه. پول ما که پلوی بیمه هاست کی سودش میده؟ ضرر و زیان بیمارستان ها رو کی جبران میکنه؟ الان بیمارستان های ما مجموعه دانشگاه از شرکت های بیمه‌گر یه چیزی حدود 1500 میلیارد طلب دارن و خب نزدیک 6 ماه هستش که دریافتی نداشتن. ما الان به هر حال میگیم 54% از هزینه ها رو مردم از جیبشون پرداخت کنن و موظفیم که اینو بیاریم زیر 30%. حالا داریم برعکس عمل میکنیم، یعنی یه کاری میکنیم دوباره مردم بیشتر هزینه کنن، بیشتر برن از بیرون خرید کنن و بیارن و از جیبشون پرداخت کنن. البته فقط بیمه‌ها به بیمارستان‌ها بدهکار نیستن، بلکه تعداد زیادی از داروخونه دارها هم از بیمه‌ها طلبکارن. 7-8 ماه بدهکارن، به تمام داروخانه‌ها هم بدهکار است. و اگه این وضع همینجوری ادامه پیدا بکنه و طلب‌ها رو به موقع بیمه ها پرداخت نکنن، واقعا خرید دارو از شرکت ها برای داروخانه ها میسر نیستش. علاوه بر اینکه بیمه های درمانی به بیمارستان ها بدهکارن، بیمه های تجاری هم به این مراکز بدهکارن، چون که طبق ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مصدومین تصادفی باید در مراکز درمانی دولتی و خصوصی رایگان پذیرش و درمان بشن و بیمه های تجاری هم موظفن که این هزینه ها رو هر ماه به بیمارستان ها بدن. هزینه درمان یک مصدوم تصادفی چقدره؟ چیزی حدود شاید 3 تا 4 میلیون تومان با هزینه‌های هتلینگ بیمارستانشون، هزینه‌های داروییشون و پلاتین هایی که مورد استفاده قرار میگیرن، اینها هزینه دارن. حالا آقای دکتر، بیمه های تجاری این پول ها رو به موقع میدن؟ از سال گذشته، تیر ماه سال گذشته، یعنی حدود 16 17 ماهی که این در واقع هزینه ها رو پرداخت نکردن. اشکال ما در بیمه های تجاری و اون نظامی که بیمه مرکزی انجام میده اینه که به هر کسی اجازه میده که بالاخره بیاد قرارداد ببنده، بیمه شخص ثالث انجام شه. وقتی یک شرکت بیمه‌ای ناکارآمده و نمیتونه به تعهداتش عمل بکنه، نباید بهش اجازه داده بشه که وارد صنعت بیمه بشه.